ما فقط به اندازه باورمون ثروتمند میشیم، نه به اندازه تلاشمون. خیلیا صبح تا شب دارن کار میکنن ولی ذهنشون یک سر درگیر کمبود و ترسه، غافل از اینکه مغز تفاوت واقعیت مالی و باور مالی رو نمیفهمه. اگر باور کمبود داری، زندگی تو دقیقاً بر مبنای کمبود میسازه، اما اگر باور ذهنت روی ثروت و فراوانی باشه، اون وقته که فرصت ها و موقعیت ها خودشون میان سراغ تو. ثروت از ذهن شروع میشه که لیاقت داشتن ثروت رو باور کرده. یادت بمونه که حساب بانکی تو از ذهنت فراتر نمیره. محیط و آدم‌های اطراف ما بیشترین تأثیر رو در شکلگیری باورهای مالی ما دارن. حالا برای من این زیر کامنت کن که تا حالا چند تا جمله منفی در مورد پول شنیدی؟ قراره با هم دیگه آگاهیمون رو گسترش بدیم، پس منو سابسکرایبم کن که گمم نکنی.